به نام آن که دل کاشانه اوست. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. به نام آن که جان را فکرت آموخت، به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود بی پایان نثار یکایک شما زبان آموزان ارجمند علاقمندان زبانهای خارجی. درس 24 است از سلسله درس‌های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1. خب، درس گذشته درباره have و has گفته بودیم و این درس ادامه موضوع درسی گذشته است. در اینجا تمرین ها است تقریبا. خب، تمرین کار میکنیم، یعنی میگوید look write the correct sentences، یعنی نگاه کن و جمله درست را نویسید. در اینجا میگوید زوی has red hair، زوی has red hair و در اینجا میگوید یعنی زوی موی سرخ دارد. در اینجا میگوید she doesn't have red hair، یعنی وای موی سرخ ندارد. she has brown hair، وای موی قهوه رنگی دارد. brain has small glasses. خب نگاه میکنیم، یعنی میگه brain عینکی خورد دارد. خب عینکی خورد ندارد. خب در اینجا میگیم که he doesn't have a small glasses. he doesn't have a small glasses، یعنی وای عینکی خورد ندارد. he has big glasses. he has big glasses، یعنی وای عینکی کلان دارد. Dev and Brain have long hair، یعنی Dev و Brain موی دراز دارند. در اینجا باشد میگیم که they don't have long hair. they don't have long hair، یعنی اونها موی دراز ندارند. they have short hair. they have short hair، یعنی اونها موی کوتاه دارند. Corky has a small beak. Corky has a small beak، یعنی کورکی نولی خورد دارد، نولی میده دارد، یعنی منقاری میده. خب در اینجا میگیم it doesn't have a small beak، یعنی وای نولی میده ندارد. یعنی که he اگر مثلا نارینه باشد، خب در این کتاب در بسیار جا با جانشین شخصی سیوم he اشاره شده است به کورکی. مثلا میتوانیم بگیم که he has he has a big beak. a big beak، یعنی نولی کلان دارد. Vicky has a green dress، یعنی ویکی کرتای سبز دارد، پیراهن سبز دارد. در اینجا میگیم که خب پیراهن سبز ندارد. در اینجا میگیم که she doesn't have a green dress، یعنی وای پیراهن سبز ندارد. she has a blue dress، یعنی پیراهن کبود دارد. the frogs have short legs، یعنی قورباغه ها پایهای کوتاه دارند. خب در اینجا میتوانیم بگیم که they don't have short legs. they have long legs، یعنی اونها پایهای دراز دارند. خب تمرین 4 put the words in the correct order، یعنی کلمه ها را با ترتیب درست بگذارید. write true answers، یعنی جوابی درست نویسید. مثلا در اینجا do you have red hair؟ yes I do، یعنی آیا تو موی سری سرخ داری؟ بله من دارم. no I don't، بله نه من ندارم. خب در اینجا باشد does your best friend have a bike؟ آیا دوستی بهترین تو دوچرخه دارد؟ خب yes he does، بله دارد. do we have a new teacher؟ آیا ما آموزگاری نو داریم؟ yes we do. beaks people have beaks،
یعنی آیا مردم نول دارن، یعنی منقار دارن مثل توتی ها. خب میگوییم که no they don't. no they don't یعنی اونها ندارن. خب do you have a computer؟ آیا تو کامپیوتر داری یا نداری؟ yes I do. yes I do بله دارم. does a frog have a tail؟ does a frog have a tail یعنی قورباغه دم دارد. خب قورباغه دم ندارد. میگیم که no it doesn't. no it doesn't. خب میگذاریم به تمرین دیگر. در اینجا میگه choose and write یعنی انتخاب کن و نویس. خب این کلمه هایی که در اینجا میبینید در درون همین قوس گوییم که صندوق گوییم is as دو مرتبه do doesn't has comes play اینها رو در اینجا نوشتن در کار. خب dear Lisa لیسا عزیز، لیسا محترم. my teacher's name is Mrs. Jones نام معلمه من نام معلمه در اینجا میسیز آمده است. نام معلمه من جونز است. she's young and pretty و جوان است و زیبا است. here is a photo یعنی اینجاست رسم. here is a photo. she has در اینجا has می آید. she has long brown hair and green eyes و موی قهوه رنگی و دراز دارد و اینچنین چشمانی سبز دارد. she doesn't have در اینجا doesn't میاد. she doesn't have a big car و ماشین کلان ندارد. but she have a hedge dog یعنی و hedge dog کلمه hedge رو hedge dog. خوب این کلمه رو راستی در یادم نمونده است. hedge dog خوب سگ می شود. hedge خوب این کلمه رو میبینم در زیر شرح این ویدیو می نویسم. hedge و سگی شد hedge. خب یک لحظه دوستان یک بار ببینیم خوب می شود. خب دوستان گرامی حج بزرگ میشه، کلان میشه. یعنی در اینجا میگه she has a hedge dog یعنی سگ کلان دارد. his name is در اینجا is میاد. his name is Bobby نام وی بابی است. every Friday Bobby comes to our school and we play with him یعنی هر روز جمعه وی به مکتب ما می آید و ما همراه او بازی میکنیم. خب رقم اینو دو میاریم. do you have a photo of your teacher یعنی آیا تو رسمی معلمت را داری؟ خب love با محبت زای. خب در اینجا میگوید تمرینش رقم 6 write about your teacher درباره معلمت نویس. answer the questions یعنی سوال ها را جواب گردان. my teacher's name is فلان فلان مثلا she has یعنی که he has. what is your teacher's name یعنی نام معلم تو چی است؟ does your teacher have long or short hair آیا معلم تو موی سر دراز یا کوتاه دارد؟ does your teacher have brown, blue or green eyes آیا معلم تو چشمان قهوه رنگی یا اینکه کبود یا اینکه سبز دارد؟ does your teacher have a car آیا معلم تو ماشین دارد؟ does your teacher have a pet آیا معلم تو حیوانی خانگی دارد؟
خب تمرین آخران بله تمرین آخران در این درس play a game یعنی بازی کنید think of a person in the class یعنی درباره یک نفر فکر کنید نفری که در صنف است guess the person همون انسان رو تخمین کنید یعنی این دختر میگوید که من یک نفر رو تخمین کرده ایستادم یعنی یک نفر رو در نظر دارم اما این پسرک باید تخمین کند کی است یعنی سوال میکند is it a girl or boy خب دیگر در دختر میگه که it's a girl یعنی آیا وای دختر است یا اینکه پسر است میگوید که وای دختر است does she have long hair آیا وای موی دراز دارد دختر در جواب میگه yes she does بله موی دراز دارد خب در اینجا پسر میگه که does she have a red school bag آیا وای سمکه سرخ دارد دختر میگه yes she does بله دارد و در اینجا میگه is it Kara خب اگر کارا شاید کارا باشد شاید عادتا سارا می شود یعنی is it Sarah yes it is yes it is بله همون است now swap roles یعنی الان تغییری نقش ها یعنی باز یک نفر دیگه میاد مثل همین ها بازی انجام میده خب دیگر این یک تست چه است اگر خواهید اینو کار کنید چه در درس های پیش نگفتیم خب از درس آینده درباره prepositions of time یعنی جانشین های وقتی یا زمانی صحبت خواهیم کرد اینجا رسیدیم به پایان درس 24 از کتاب نیو گرامر تایم تا درس های نوبتی خدا نگهدار